نهادی دست خود در دست شیطان، رهایش کن به خیرالمرسلین ده، رهایش کن به خیرالمرسلین ده. بعضی دختران متاسفانه خیلی زود باور هستند و با یک دو جمله سخنان دلربای هر کس و ناکس خود را اسیر آنها می‌گردانند و با ارزشترین چیزی که یک دختر دارد آن را در اختیار آنها می‌گذارند. پس وقتی که خواسته‌شان را گرفتند آنها را به مثل کاغذ تشناب می‌پرتایند و سراغی از آنها نمی‌گیرند. خواهرم، این را فراموش نکن که هر چیزی که به آسانی به دست آید انسان قدر آن را نمی داند و همین طور به آسانی از دست می رود. ولی هر چیزی که به مشکلی به دست آید انسان قدر آن را می داند و به آسانی از دست نمی رود. قسم به خدا که چقدری که عفت و پاکدامنی اختیار کردی همان قدر با ارزشتر می شوی و چقدری که از چشم مردان بیگانه خود را نگاه داشتی همان قدر با ارزشتر می شوی. اگر صبر کردی و با مردان بیگانه رابطه های نامشروع نکردی و خود را از چشم مردان بیگانه نگاه داشتی، خداوند برای تو شوهر با وفای را نصیب می گرداند که تو را دوست می دارد و قدر و ارزش تو را می داند و تو را به آسانی از دست نمی دهد. خواهرم، بشنو از من قصه عبرتناک یک جوان دختری فریب خورده را که با همین زود باوری خود و پیروی از شیطان و نافرمانی خداوند زندگی خود را تباه و برباد کرد و با ارزشترین سرمایه خود را که هر یک دختر دارد یعنی ناموسش را از دست داد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید نیکبخت کسی است که از دیگران پند گیرد. این قصه عبرت است برای خواهران و برادرانی که عشق و محبت گفته به کارهای حرام دست میزنند و زندگیشان را تباه و برباد میکنند. یک دختر دانشجوی 20 ساله زیبای بود، از یک خانواده ساده و با اخلاق والا آراسته. این دختر یک دوست صمیمی داشت. دوستش یک برادر گرگ صفت داشت که هیچ بهره از دین یا اخلاق نبرده بود. او توانست با مکر و نیرنگش دل آن دختر جوان را به خود جذب کند. با سخنهای شیرینش با او گفتگو می کرد تا اینکه آن دختر جوان با شنیدن حرفهای دلربایش مفتون شد. یعنی همان سخنانی که اکثرا گرگ صفتان برای تباه ساختن دختران معصوم و پاک دل استفاده می کنند. سرانجام برای بدام انداختن آن دختر جوان نقشه کشید. بعد از حیله و نیرنگ و وعده های دروغین توانست آن دختر جوان پاک دامن را به دام خود بیاندازد تا عزیزترین سرمایه‌ای را که یک دختر دارد از او سلب کرده بگیرد. خلاص با او همخوابه شد و پرده ناموسش را درید. آن دختر جوان احساس کرد که نه آینده اش بلکه دینش را هم از دست داده است. بعد از اینکه از زنا حامله دار شد، پیهم با این گرگ صفت تماس می گرفت تا وعده هایش را در مورد ازدواج با او اجرا کند، ولی او همواره از دستش فرار می کرد. کم کم نشانه های حامله داری بر او ظاهر می شد و دختر جوان احساس می کرد که زمین با تمام وسعتش برای او تنگ شده است و خودش هم به تنگنا افتاده است. پس با این مصیبت چه کند؟ مدام او را پیگیری می کرد تا به او بگوید که به وعده هایش وفا کند و با او ازدواج کند. بالاخره بعد از تلاش زیاد برایش میسر شد
که با او سخن گوید. او هم بر علیه این دختر نقشه کشیده بود که چنین نقشه به ذهن شیطان هم نمی رسید. آن نقشه چی بود؟ با آن دختری جوان گفت من آماده ام که با تو ازدواج کنم، به شرط این که فردا ساعت 4 به فلان شالیزار بیایی که من در آنجا هستم تا با مادرم ملاقات کنی. اگر مادرم تو را ببیند و برای ازدواجمان راضیگی دهد، من با تو ازدواج خواهم کرد. در عین حال آن گرگ صفت با جمعی از دوستانی به مثل خودش گرگ صفت ملاقات کرد که در همان وقت به آن شالیزار بروند تا به آن دختری جوان تجاوز کنند. سپس بعد از آن بر او وارد شود و به او گوید که من نمیتوانم با دختر ازدواج کنم که این همه مردان با او این کار را انجام داده اند. دختری جوان راضی شد که در وقت مقرر شده به شالیزار برود تا خداوند او را هدایت کند و او ناموسش را بپوشاند. این گوسفند شکار شده هیچ نمیدانست که آن گرگ صفت چه نقشه‌ای برایش کشیده است. در وقت مقرر شده این دختری جوان برخاست تا برای ملاقات مادر پسر به آن شالیزار برود. از قضا ناگهان برادرش را خداوند به درد سخت در ناحیه شکمش مبتلا گردانید تا او را از یک فاجعه وحشتناک نجات بدهد. ای وای بر ما که هیچ نمیدانیم به مصیبت هایی که ما را الله سبحانه و تعالی مبتلا میگرداند چه اندازه حکمت ها نهفته است و توسط آن چقدر بلاها از سر ما دفع میگردد. حالا آن دختر جوان در میان دو آتش قرار گرفته است. هیچ نمیداند که چی کند و متردد است که به شالیزار برود یا اینکه برادر یگانه اش را به بیمارستان برساند. چاره ای نداشت جز این که به دوستش یعنی خواهر آن گرگ صفت یعنی چاهکن تماس بگیرد و بگوید حالا من با مادرت در شالیزار وعده ملاقات دارم، ولی برادرم به بیماری شدید مبتلا گردیده است و من باید با او به بیمارستان بروم. خواهشم از تو این است که به شالیزار بروی تا به مادرت بگویی که من 1 ساعت بعد نزد او خواهم رفت. خواهر این جوان راضی شد. او هیچ نمیدانست که برادر گرگ صفتش چه نقشه‌ای برای این دختری جوان کشیده است و چه مصیبت عظیم انتظارش را میکشد. خواهر این گرگ صفت به شالیزار رفت و گمان کرد که مادرش در آنجاست. او چیزی نمیدانست چون مادرش در آن زمان بیرون از خانه بود. مهم این که او به شالیزار رفت و به مجرد این که وارد آن شد گرگ‌های گرسنه عفت و پاکدامنی به او حمله نمودند و بزرگترین سرمایه اش را که عبارت از ناموسش بود دریدند و ارزشمندترین چیزی را که یک دختری جوان دارد از او سلب کردند و مانند یک جثه بیجان او را رها کردند. 1 ساعت بعد این گرگ بزرگ آمد تا ببیند با آن دختری جوان فریب خورده چه کار کردند و این صحنه بهانه‌ای باشد که ازدواج با او را رد کند. ولی بزرگترین فاجعه در انتظارش بود. جوان گرگ صفت وارد شد و از دوستانش پرسید که چی کردید؟ آن سگ صفتان هم گفتند هرچی از ما خواستی بیشتر از آن را هم انجام دادیم. به خاطر تجاوز زیاد مثل یک جثه بیجان افتاده است. او وارد شالیزار شد و به دختری جوان نگاه کرد. دید که این جثه‌ای که بیجان افتاده خواهر یگانه اش است. سبحان الله. فکر کرد دنیا بر سرش چپه شد.
او نتوانست یک کلمه به زبان بیاورد، بلکه لال ماند، خاموش خارج شد. دوستانش با او سخن می گفتند، او جوابشان را نمی داد تا به ماشینش رسید. در را باز کرد و داخل آن شد و اسلحه را برداشت و یک تیر در مغز سرش خالی کرد. در جا به زمین افتاد و جانش برآمد و مکری بعد دامنگیر صاحبش شد. نزن دری کسی را به انگشت که میخورد درت با مشت. به هر بنده وعید حق نظیر است که ایزید دیرگیر و سختگیر است. این داستان را تقدیم میکنم به هر آن جوانی که با دختری جوان ارتباط حرام دارد و به هر خواهر و برادری که با دختر یا پسر خواهرخواندی و یا برادرخواندی دارد. بدان که سرچشمه این همه مصیبت ها خواهرخواندی و برادرخواندی است و اگر آن دختری جوان با آن گرگ صفت ارتباط خواهرخواندی برقرار نمی کرد، شاید به این بلای عظیم مبتلا نمی شد و اگر آن گرگ صفت این دختری جوان را فریب نمی داد، شاید آن بلا و مصیبت عظیم دامنگیری خواهر یگانه خودش نمی شد. برادران عزیز، خواهش من از تمام شما این است که در مورد آبرو و ناموس زنان مسلمان تقوای خدا را پیشه کنید و از خدا بترسید و بدانید که هر چی میکنید با خود میکنید و پاداش از جنس عمل است، یعنی هر کار کردی مثل آن را میبینی. و این را همیشه به یاد داشته باشید که زنا قرض است. حتما از یکی از عزیزترین اشخاص خانواده اتان آن قرض گرفته خواهد شد. بیایید دست جمعی به سوی خدا توبه کنیم تا باشد از این بلاها محفوظ بمانیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.